از 302مین سال روز تولد مختوم قولی فراقی، شاعر اندیشمند و شخصیت برجسته ترکمن، طی محفلی از سوی انجمن ترکمنهای زون غرب در ولایت هرات با حضور مسئولان محلی، فرهنگیان، شاعران و نویسندگان گرامی داشت شد. مسئولان هدف از برگزاری این محفل را معرفی هرچه بیشتر شخصیت، آثار و اندیشه های مختوم قولی فراقی عنوان کرده و میگویند که این شاعر بزرگ نه تنها برای ترکمنها بلکه برای همه ملت‌های منطقه نماد وحدت، همدلی و همبستگی به شمار می رود. 302مین سالگرد تولد شاعر ما بود که توانستیم با همکاری و با هماهنگی ریاست عمومی اطلاعات فرهنگ ولایت هرات و خود ریاست عمومی اطلاعات فرهنگ این برنامه را بگیریم و با مشوره همدیگر با یاری از اینا یادبودی از شاعر بزرگ ما داشته باشیم. در همین حال شماری از فرهنگیان و شاعران هرات برگزاری چنین برنامه‌های را در راستای معرفی شخصیت‌های علمی، فرهنگی و ادبی مهم دانسته و تاکید می‌کنند که نسل جوان باید با اندیشه‌ها و آثار این چهره‌های تاثیرگذار بیشتر آشنا شوند. بزرگداشت از شخصیت بزرگ، عارف، شاعر و نویسنده مانند مختوم قولی یک دستاورد بزرگ و نتیجه بزرگ میتونه باشه که در بین ملت‌های مختلف که به زبان‌های مختلف صحبت میکنن اما یک تمدن، یک فرهنگ و ارزش‌های مشترک با هم دارن، ارتباطات بیشتری برقرار بکنه. جوانان با هویت‌ها و میراث‌های فرهنگی خود آشنا میشن و سبب میشه که همیشه در یاد و خاطر زنده بمانه. ملت‌ها زمانی توانمند و قوی میتونن باشن که شخصیت‌های علم فرهنگی خود را بشناسن، اندیشه‌های او را بشناسن. از سوی دیگر مسئولان محلی هرات نیز با اشاره به جایگاه برجسته این شاعر میگویند که فراقی از نامدارترین شاعران ترکمن در قرن 18 میلادی بوده و با آثار ارزشمند خود نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی، انسجام اجتماعی و وحدت مردم به ویژه ترکتباران ایفا کرده است. ما همه جانبه در بخش‌های گسترش و بالاخره ترقی و شناسایی برنامه‌های فرهنگی همه جانبه حامی هستیم و در جهت اینکه شاعرها، ادیب‌ها، فرهنگیان برنامه‌های خود را با هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ برگزار بکنند، ما هماهنگ و همکار هستیم. گفتنی است که مختوم قولی فراقی از برجسته‌ترین شاعران کلاسیک زبان ترکمنی به شمار می رود و اشعار وی تاکنون به زبان‌های مختلف جهان ترجمه شده و در میان ملت‌های منطقه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.